درود بر شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با معرفی پلتفرم دیستریکت وان در خدمتتون هستم. این پلتفرم رو هم برای درآمدزایی و هم برای گرفتن پوینت و گلد بلست معرفی میکنم، ولی خب بیشتر به خاطر هم ایردراپ خودش و همین که همین الان هم میتونید ازش درآمدزایی داشته باشین قبل از ایردراپ. خب بریم سراغ کار. وارد لینک که بشین با یه همچین صفحه روبرو میشین و اینجا کانکت والت رو میزنید. اگر این رفرال کد رو وارد بکنید میتونید که ریدیم اینوایت کد رو بزنید و وارد این قسمت میشید. توی این قسمت شما باید یه بار ساین کنید و پلتفرم ایکس تون رو معرفی کنید یا هم توییتر، بعد فالو کنید اکانت توییتر دیستریکت وان رو روی توییتر و در نهایت اینجا ازتون دقیقا 5000 اتریوم میخواد که میشه حدود الان نزدیک 16 دلار. در نهایت این کلیم رو میزنید و اولین ایردراپتون که جی ام هست رو میگیرید. اگر بعدش یه دونه براتون یه گزینه میاد بعد از این کلیم که اگر این رو روی توییتر پست کنید 2x بهتون میده، یعنی مثلا حدود 1000 تا حالا هر چند تا بهتون جم میده در این شروع کار. و بعد از این که این کار رو انجام بدید اگر اون کلم کردنتون رو پست کنید رو توییتر یه گزینه داره میزنید به اندازه همون مقدار مجددا بهتون جم خواهد داد. خب بریم سراغ معرفی پلتفرم. بعد اینکه ثبت نام کردین اول اینو توضیح بدم، اون 15 دلاری که شما حالا نزدیک به 15 دلار دیگه، حالا با اتریوم 3000 دلاری 15 دلار میشه، حالا هر چی اتریوم قیمتش بره بالاتر اونم مبلغش خب میره بالاتر. اون مقداری که شما برای ثبت نام توی پلتفرم پرداخت میکنید در واقع این مقدار 60%، قبلا 60% بود الان شده 70%. 70%ش میره میشه توکن اوله و میره به جیب رفرال دهندتون، یعنی کسی که شما از لینکش استفاده کردین، و 30% بقیهش 20%ش میاد تو جیب خودتون به عنوان جم و 10%ش هم میره برای پلتفرم. یعنی در واقع اون 15 دلار به این صورت هستش. خب وقتی که ثبت نامتون تموم شد و اومدین با یه همچین سیستمی روبرو میشین که چند تا گزینه داره. اینجا من دونه دونه گزینه ها رو توضیح میدم. بریم. مهمترین قسمتش همین اسپیس ها هستن که وقتی میریم تو قسمت لایو شما میتونید ببینید که اینجا اون اسپیس هایی که بهشون جوین شدین رو ببینید. وارد هر اسپیسی که میخواین بشین، اگه میخواین چت بکنین اول باید 1000 تا جم استیک بکنین. اون اول همین که ثبت نام میکنید یه مقدار همونطور که بهتون گفتم یه مقدار جم بهتون میده خود پلتفرم. و توی اسپیس ها که اومدین این 1000 تا جم که استیک کردین میتونین توی این بخش چتش چت بکنید. درآمدزاییش به چه صورت هست؟ چندین گزینه داریم. گزینه اول رالی هستش، رالی داخل اسپیس ها. یه اسپیس داریم که مهمترین چیز توی این پلتفرم همین اسپیس ها هستن که هر کسی که بالای مثلا فالوورای بالای تو توییتر داشته باشه میتونه یه اسپیسی درست کنه و این اسپیس مثل یه کانالی میمونه و این کانال تقریبا یه چیزی تو مایه های فرنتک یک سهامی داره که شما میتونید این رو بخرید که اگر این سهام اون در واقع اون اسپیس فعالیتش خوب باشه و این سهام هی میره قیمتش بالا و شما میتونید در زمان فروشش سود بکنید. یعنی مثلا این اسپیس هایی که میبینید اول مثلا سهامشون شاید در حد 600-700 اوله بودن، هر اوله هم الان حدود بین 7 تا 10 سنت، حالا قیمتش متفاوته دیگه هر روز عوض میشه، ولی الان فکر کنم 8 سنت باشه قیمتش. 9250 تا اوله قیمت هر سهام این اسپیس. میتونید این کارم بکنید، بیاید سهام هر اسپیسی رو که دوست دارید بخرید. مثلا یکی از بهترین اسپیس ها غیر از مال خود دیستریکت وان این پکمون هستش
که میتونید بگیرید. اینجا هم میتونید قیمتاشون رو ببینید که مثلا در 24 ساعت گذشته قیمت ها به چه صورت شده. مثلا این ولف گیم الان 5500% ارزشش رفته بالا و همینطور میتونید ببینید که قیمت ها به چه صورت هستش. روش خرید سهام هم به این صورت هست که هر سهامی رو که میخوایم بخریم اینجا بای رو میزنید. اینجا ازتون میپرسه که چند تا سهام میخواید، میتونید انتخاب کنید هر چند تا سهامی که دوست دارین. از چه طریقی پرداخت میکنید؟ مثلا از طریق توکن اوله اپروو میکنید توکن رو و در نهایت روی بای وان شیر میزنید و تراکنش رو امضا میکنید، اون سهام اون اسپیس رو خریداری میکنید. موقع فروش هم میایید قسمت سه، اینجا هر چند تا سهامی که دوست دارین بفروشین میزنین. سلو که بزنید میبینید که از 670 تایی که الان قیمتش هست 608 تا به من رسیو میشه، یعنی در واقع حدود 62 تاش میره، حدود نزدیک 10% دیگه 10%ش از بین میره، بقیهش رو میگیرین. و این رو هم بگم که چه سهام چه اسپیس هایی رو بگیرین. اسپیس هایی که توی این بخش سروایوال اگه بیان، اینایی که ووت بیشتری دارن بهترین چیزه، ولی فقط ووت رو دقت نکنید، حتما دقت بکنید که این جم روزانه شون چقدر بوده، دقت بکنید که هولدرش چقدر بوده، دقت بکنید که چند تا رالی داشته در روز. چون ببین 24 تا رالی داشته یعنی این که کاملا فعال در روز. مثلا طرف 16 تا رالی داشته، قیمتش یه خورده که بالاتر بره، یعنی مثلا 20% 10% که بالا بره، شما میتونید یه مقدار سود بکنید، ولی اسپیس های خوب معمولا یهو میبینید که 1000% سود میده، 10 برابر میشه پولتون. حالا 10 برابر هم نه، ولی خوب سودی میده. این اگه قیمت این رنکینگ رو نگاه کنیم، حالا مثلا 50 تای اول کاری نشوشیم، ولی پایین تر اگه برین نگاه کنید، اینی که قیمت ها روزای اول اینا هم مثلا 600 تا بوده، روز اول قیمتش 600 تا بوده، مثلا 97 تا شیر هولدر داره، الان قیمتش شده 3920 تا، 5470 تا، 47 تا هولدر بیشتر نداره. یوزرشون خیلی مهمه، چقدر یوزر دارن و شیر هولدر ها مهمه. این قیمت مثلا 16570 تا، دیگه چقدر سود داده. دقت بکنید اگه بتونید سهام خوبی بخرید، سهام اسپیس های خوبی رو بخرید، از این طریق هم سود خیلی خوبی میتونید بکنید. موقعی هم که سهام اسپیس رو میگیرید، اینجا ببینید یه دونه دراپ میاد، من الان زدم روش 19 اوله تحویل من شد. رالی برای گرفتن جم ها هستش. این جم ها در آینده قراره که تبدیل بشن به توکن اوله. بریم ببینیم که چجوری میشه جم گرفت. یه روشش همین رالی هسته. شما وقتی که ثبت نام میکنید تو پلتفرم، روزی 2 بار میتونید تو رالی ها شرکت کنید. رالی ها 2 ساعت 1 بار تو همه اسپیس ها انجام میشن و به این صورت هستش که شما اینجا این تایم که صفر میشه، شما اینجا یه گزینه رالی میاد، رالی رو میزنید و 15 دقیقه فرصت دارین که تو رالی شرکت بکنید. بعد از اینکه اون 15 دقیقه تموم شد، توی این بخش چت یه حباب مانندی میاد اینجا و می نویسه که فلان مقدار جم داره دراپ میشه و نفرات با زدن روی اون حباب میتونن که جمو کلیم کنن. حالا این توزیع جما به چه صورت هست؟ ببینید هر مقدار شرکت کننده در رالی اسپیس که داشته باشیم، بابت هر شرکت کننده 200 تا جم میاد تو این صندوق دراپی که قراره 15 دقیقه بعد بیاد.
400 تا هم خود سیستم اضافه میکنه. یعنی در واقع بابت هر یک شرکت کننده 600 تا جم میاد توی صندوق. ولی همه شرکت کننده ها برنده جم نیستن، بلکه فقط 70% برنده هستن. یه مثال بزنیم تو مثال روشن‌تر میشه. ببینید اگه 10 نفر شرکت کننده داشته باشیم، بابت هر نفر 600 تا میاد، کلا 6000 جم ما توی صندوق خواهیم داشت. حالا کسانی که اینو حالا بعداً توضیح میدم که اسئول چی هستش. کسانی که اسئول استیک کرده باشن روزی 4 تا رالی میتونن شرکت کنن و جمشون هم 3 برابر هستش، جمی که برنده خواهند شد. ولی کسایی که این رو استیک نکنن روزی 2 تا رالی میتونن شرکت کنن و جمی هم که برنده میشن همون 1 برابر هستش دیگه. مثلا اگه این 385 تایی که من از اینجا بردم اگه استیک کرده بودم میشد مثلا 1000 خورده ای دیگه، 1000 مثلا نزدیک 100. به این صورت شما میتونید که برنده جم بشید. پس موقعی که تو رالی شرکت کردین حواستون باشه 15 دقیقه بعد روی این گزینه حباب شکل بزنید. حالا بذاریم بریم روی اسپیس دیگه که اون حبابه رو بهتون نشون بدم به چه صورت هست. یه همچین حبابیه، چون الان این حباب هم هستش اینم توضیح بدم. یه همچین حبابیه، روش باید بزنید تا کلیم بشه. فقط حواستون باشه که سریع باید این کار رو انجام بدین، چون اگه اون 70% پر بشه دیگه اینجوری مینویسه اندد و شما نمیتونین انجام بدین. غیر از جم که تو رالی ها هستش، به صورت روزانه اسپیس ها اوله هم ایردراپ میدن، توکن اوله که الان قیمتش حدود 7-8 سنته. میتونید اگر توی اسپیس باشید و دارنده سهام اسپیس باشید یا استیک کننده اسئول باشید میتونید این دراپ ها رو هم بگیرید. حالا بریم توضیح بدیم که اصلا این استیک چیه و سهامات چیه. اگر وارد این قسمت بشین میبینید که استیک کردن اسئول به شما یه سری قابلیت هایی میده که اینجا میتونید ببینید دیگه. این قابلیت ها چیه؟ مثلا جم روزانتون، اون جم دریافتیتون از اسپیس ها 3 برابر میشه و گلدی که میگیرین بیشتره. این لینک اپ برای لینک اپ یعنی همون رفرالی که میگیرید بیشتره و سودی هم بهتون میده 3% هفتگی و به این صورت میتونید اینجا چیز کنید. حدود 170-80 دلار اتریوم میخواد که اینجا یه زپین داره میزنید، من ویدیوشو میذارم براتون در ادامهش. ببینید این مقدار الان اتریوم میخواد، میشه حدود 170-80 دلار فکر میکنم. این زپو که بزنید، من الان میزنم، حدود 176 دلار از من اتریوم میخواد که این توکن رو استیک بکنیم. در واقع بابت این مقدار اتریومی که میدین بهتون 4.84 XOL یا همون اسئول بهتون میده که الان اگه همونطور که میبینید قیمتی نداره. این رو کانفirm میزنم من و بگیریم این XOL رو. اینو که استیک کنید یه سری قابلیت ها بهتون میده. این قابلیت ها تو اسپیس ها به این درد میخوره. یک که اولا که 4 تا رالی در روز میتونید شرکت بکنید. بعد میتونید اینجا از قسمت سنتینل، اون توکن اولر هم که بهتون گفتم، از قسمت سنتینل هم که وارد بشین میبینید که اینجا یه سری رایگیری ها صورت میگیره. بریم تو بنا. اگر مثلا کسی پیام اشتباهی بده یا لینک اسکمی بذاره یا هر چی یا اسپم کنه، اون چیزا میتونن براش، هر کسی میتونه براش یه رایگیری بذاره و دارندگان این اسئوله یعنی کسانی که استیک کردن میتونن رای بدن. رای که میدین به بند شدن یا بند نشدن طرف. مثلا این یارو اومده الان یک لینک اسکم گذاشته، اومدن براش رای گیری گذاشتن، 31 کی شرکت کننده داشتیم، 25 تاش رای داده، هر 25 تاش هم رای به بند شدن داده. این بنده خدا 4 ساعت بند شده. حالا اگه مثلا دفعه اولش بوده، دفعات بعدی ساعت بند شدنتون بیشتر میشه و در نهایت بند شدنتون ببین برای 1 روز بند شده و در نهایت اگر خیلی اسپم کنید یا اسکمی بذارید یا این چیزای فعالیت‌های مشکوک بکنید اینجا بند خواهید شد. اینو مراقب باشید فقط. این یه موردش. مورد دیگه ای که هستش هم توکن اولی که میتونید بگیرید بود و
یه مورد دیگه داریم. ما وقتی که وارد اسپیسی میشیم، هر اسپیسی مثل فرنتک که بود هر کسی یه سهامی داره، اینجا اسپیس ها سهام دارن. اینجا اسپیس ها سهام دارن و سهامشون وقتی که شروع میشه یه قیمتی داره و این قیمت حالا یا رشد میکنه یا افت میکنه. و چجوری قیمتش میره بالا؟ با شرکت کنندگانی که میان و با این قسمت پرایم. کسانی که اسئول استیک کردن میتونن روزانه 3 تا رای به اسپیس ها بدن. اگه بیایم توی این ایپاک رنکینگ میبینیم که مثلا آرایی که این اسپیس پکمون گرفته 16737 تاست و قیمت سهامش الان شده 16570 تا اوله، یعنی حدودا مثلا نزدیک 1500 دلار یا همچین 1200 300 400 دلار. هرچی اینجا شما رای بدید به اسپیس ها، ببینید من الان هیچی رای ندادم، رای که بدین به اسپیس ها، هر رای که بدین این اسپیس ها قیمت سهامشون رشد میکنه. یه قسمت دیگه هم داریم به اسم اسپرینت که مربوط به اسپیس دارها هستش، یعنی در واقع میزبان اسپیس ها هاستشون، که اینجا هم اون اسپیس هایی که بیشترین شرکت کننده ها رو دارن، بیشترین دراپ ها رو دارن و فعالیت بیشتری دارن، جذب بیشتری داشتن، این شیر پرایسشون یا قیمت سهامشون بیشترین رشد رو داشته، اینا توی این قسمت رده‌بندی میشن و هر این 3 نفر اول در واقع یه سری مزایایی پیدا میکنن که حالا اگه اسپیس دار باشین میتونید ببینید. این پرایم هر 12 ساعت یک باره و این اسپرینت فکر کنم هر 24 ساعت یک باره. خب بریم برای قسمت لینک آپ. توی قسمت لینک آپ شما یه وقتی که وارد پلتفرم شدین و ثبت نام کردید یه لینک رفرال دارید. این لینک رفرالتون رو که بدین به دیگران، اگر با لینک رفرال شما ثبت نام کنن، شما بابت هر اون ثبت نام که کرد، اون 15 دلاری، حالا هر چقدری که باشه، اون 5000 اتریومی که اون فرد ثبت نام کننده پرداخت میکنه، 70% تبدیل میشه به اوله و میاد توی حساب شما. الان مثلا من 2 تا رفرال دارم اینجا، میبینید که یکیش 86 اوله اومده تو حسابم، یکیش 88 اوله و 20% هم که میشه جم و میره به حساب خودش. ولی اینجوریه که اگر اون طرف هم، یعنی رفرال گیرنده شما، اونم خودش رفرال داشته باشه، بابت اونم به شما سهمی خواهد رسید. اینجا اگه بخونید میبینید که 70%ش میرسه به شما اینوایت کننده و 20% هم به لینک ها. توی مرحله دوم یعنی رفرال شما هم یه سهمی خواهید گرفت شما. اگه اینجا دقت بکنید میبینید که پکمون 2000 تا رفرال مستقیم داشته و اون از اون 2000 نفر 869 تاشون در واقع رفرال داشتن که در کل 308000 تا اوله به پکمون رسیدن. یه بخش گلدن جم هم داریم اینجا که اگه واردش بشین میبینید که خب میبینید که تو هر اپاک بسته به اون جمی که شما دریافت میکنید یه مقدار گلد دریافت خواهید کرد که میتونید بیاید اینجا ببینید در پایان ایپاک اینجا کلیم رو بزنید و کلیم بشه. اینم از ایپاک ها. هر چقدر که جم بیشتری بگیرید در پایان گلد بیشتری برای بلست خواهید گرفت. اگرم فالوور قابل توجهی رو توییتر دارید، خودتون میتونید اسپیس خودتون رو بسازید. بخش ایردراپ رو هم که میتونید ببینید. سیستم توزیع هم به این صورت خواهد بود که کلا 50 میلیون توکن اوله توزیع خواهد شد که میشه با قیمت فعلی حدود 4 میلیون دلار و به این صورت هم هستش که هر مقدار جمی که هستش در پلتفرم، یعنی مثلا فکر کنید 1 میلیارد اگه جم داشته باشیم، اون 50 میلیون اوله تقسیم بر 1 میلیارد میشه و
نسبت جم به اوله در میاد دیگه. مثلا بابت هر 100 تا جم ممکنه یه اوله بگیرید مثلا. اون بستگی داره که چه مقدار جم توزیع شده باشه و شما چه مقداری داشته باشین. مثلا اگه 10 میلیارد جم توزیع بشه در کل، این 50 میلیون رو تقسیم بر 10 میلیارد میکنن و اون وقت نسبت هر جم به اوله در میاد و در نهایت شما هر مقداری که داشته باشین ضرب در اون نسبته میشه و توکن اوله خواهید گرفت. ولی تا قبل از اون موعدی که برسه شما کلی توکن میتونید به دست بیارید، هم با استیک کردن و هم با اینکه سهام یه سری اسپیس ها رو بخرید و ببینید مثلا سهام این اسپیس الان در طی 24 ساعت گذشته 1754% رشد داشت، یعنی 17 برابر شده. این کسایی که خریدن الان حداقل 14 15 برابر سود کردن. دیگه نمیخوام طولانی تر بشه ویدیو. این فکر کنم تمام قسمتایی رو که باید پوشش دادم. حالا اگر توضیح دیگه خواستین میتونید سوالاتون رو بپرسین تو تلگرام و این قسمت داک هم میتونید برید و ببینید که به چه صورت هست، اطلاعات رو کامل بخونید و شرایطش رو ببینید که به چه صورت هست. مثلا این اطلاعات کسایی که اعضای اسپیس ها هستن، این کسایی که هاست اسپیس ها هستن یا همون دارنده اسپیس ها، میزبانشون، لینک آپ مثلا به چه صورت هستش. مثلا اینجا اگه ببینید که توزیع پاداش ها به این صورتی که مثلا 60% رو رفرال دهنده میگیره و تایر بندی داره. مثلا اینی که مثلا یه مقداری که رفرال گرفتید میرین تایر 2 میشین و میگه اون کسی که رفرال شماست اگر مثلا اس اول داشته باشه انقدر میگیرین، اگه نداشته باشه انقدر میگیرین. فیار نوشته که مثلا اینجا همینجا توضیح داده که اون 5000 اتریوم به چه صورت تقسیم میشه و یا مثلا می نویسه که ریواردی که میخوایم بگیریم به چه، اون جمی که میخوایم بگیریم بر چه اساسیه. مثلا اینجا میگه که استی که دارایی‌هایی که بریج کردین از اتریوم و پروفایل یعنی اکانت توییترتون چجوریه و فعالیتتون روی فرندتیک به چه صورت هست و نشون میده که مثلا میگه اون 1000 نفر اولی که با لینک شما بیاد مثلا انقدر برسک میگیرین، انقدر مثلا اگه اس اول لاکر باشن مثلا 10% فلان گلد میگیریم بابتش. اینا رو همه رو اینجا توضیح داده که به چه صورت هست. رالی رو کامل توضیح داده که شرایطش به چه صورت هست و میتونین اطلاعاتشو کامل بخونید دیگه. و اینجا رو اگه دقت کنید ببینید که مثلا نوشته که کسی که در واقع یه برنده، یکی از اون کسایی که جم رو میبره توی رالیا، اینجا توضیح بذارید از اولش بخونیم. میگه که اگه مثلا 10 تا شرکت کننده داشته باشیم که 6000 تا جم میشه در مجموع، 7 تا از اون 10 نفر برنده جم میشن که به هر کدوم 857 تا جم میرسه. شرکت کردن تو رالی 200 تا هزینهش 200 تا جمه، یعنی شما باید 200 تا جم داشته باشین که بتونید تو رالی شرکت بکنید، روزی هم 2 بار. این 200 تا جم رو که میدین که تو رالی شرکت میکنین، اگر جزو اون 7 نفر باشید بهتون حداقل 857 تا جم خواهد رسید. ولی اگر اس اول هولدر باشید یعنی استیک کرده باشین، به جای 857 جم اینجا زده ضرب در 6، ولی دیگه الان ضرب در 6 نیست، ضرب در 3. ضرب در 3 میشه و شما به جای اون 857 تا حدود 2000 و مثلا نزدیک 3000 تا دیگه 2700 تا جم خواهید گرفت. به این صورت هستش و این جم هم از اون در واقع سبد نیستش، این 3 برابره از اون سبد نیست. شما 857 تا از این سبد 6000 تایی خواهید گرفت. ضرب در 3 اون از خود پلتفرم خواهید گرفت. دیگه فکر نمی کنم چیز دیگه ای باشه. این اسپیس شیر هم ببینیم چیزی داره.
چیز خاص دیگه اینه. اینجا هم فقط همین توضیحش اینه که اسپیس شیرهایی که میگیرید چه ریواردهایی داره در واقع، که اینجا میگه 80% از ترانزکشن فی ها یا فی تراکنش ها رو به شما اختصاص میده. فی تراکنش ها هم از اینجاست، یعنی شما منظور از این فی تراکنش این بای اوله و ایناست. در واقع کل تراکنش هایی که روی این پلتفرم انجام میشه فی تراکنش منظورش اوناست. یا این فی تراکنش منظورش این خرید فروش سهامی هستش که داره انجام میشه. یعنی مثلا شما سهام این رو میخرید 500 اوله، بعد میفروشید مثلا 1500 اوله، یه مقدار فی داره دیگه، نمیدونم 10% چند درصد، حالا اون 80%ش به دارندگان سهام میرسه. یعنی اگه کسی بخواد سهام این اسپیس رو الان بفروشه، حالا 10-20% بعد فی بده و این فیه بین دارندگان قبلی توزیع میشه. به این صورت این منظورش از این فیه تراکنش، این فیه تراکنش. چیز خاص دیگه ای نمیمونه. سوالی اگه داشتین تلگرام در خدمتتون هستم. موفق باشین، ویدیو رو لایک بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.